در این درس سه سوالی به هم نزدیک رو اجرا کردم. سوال مشکل نیست، آسانه. بیاین آنها را یک کار کنیم. یکم سوال این کنجی بین اقرب های ساعت را یابیم. یعنی ساعت 9 است. چخیلی که ما میدونیم این کنچه است به 90 گرادوس برابر است. یعنی این جواب این چی میشه؟ ده میشه. با فکرم این فهم و معلوم همه میدوند. با دیگر سوال میذاریم. اگر کنجی بیرونه چخیلی که میبینید 300 گرادوس باشد، کنجی درونه با چند برابر می باشد. در اینجا یک کنجه رو با خاطر بیاریم. یعنی اگر ما دایره داشته باشیم، دایره هم وقت با چند گرادوس برابر است؟ با 360 گرادوس برابر است. و در اینجا چخیلی که ده میتونه یک 300 جمع الفا یک دایره رو تشکیل میده، یعنی با 360 گرادوس برابر می باشد. و از اینجا الفا به چی برابر میشد؟ 360 مینوس 300 و 60 برابر میشد. یعنی این یک سوال درباره کنج بود، 60 گرادوس. دیگر سوال کنجی 285 در کدام چولک جایگیر است؟ بیاین برای این سوال کنیم. اول سیستم کوردینات رو کشیم و دایره رو برای فهموندن یک جایگیر کنیم. دایره رو مثلا بگیم که یک دایره داریم، کامنتر کنیم در خط کوردیناتی. چطور که میبینید دایره در اینجا 4 چورک دارد. چورک 1 2 3 4، یعنی چورک های نیانی از این نامبر کنم. در اینجا چورک 1 از اینجا سعی میکنیم 2 3 و چورک 4. چطور که ما میواز گفته بودیم دایره 360 گرادوس، هر یک چورک این 90 گرادوس رو تشکیل میکنه. هر یک چورک ده 90 گرادوس هست. یعنی چورک 1 90 گرادوس. در اینجا این دویم چورک از 0 تا یعنی هر یکش 180 گرادوس 90 گرادوس داره. و وقتی که کنج ها رو حساب کردن میدرویم، کنج ما چند است؟ 285. بیاین یک رویم کنج ها حساب کرده. از 0 سر میکنیم 90 80 270 بسیار یعنی 285 در چهارم چورک است. یعنی کنج ما میرود در یک چهارم چورک، یعنی 285 گراد تقریبا همین است. یعنی 285 گرادوس. یعنی از اینجا سر میکنیم 0 از چورک یکم سر میکنیم 0 میرود 90 رو گذار 90 کلام 180 این 1 و 2 این رو میگذارد 270 رو میگذارد 1 2 3 میگذارد و به چهارم میبیاد. یعنی کنجی 285 در چورکی چهارم. یعنی این نمودی سوال ها بعد دیگر خیشونش هم ممکن مثلا میپرسد که کنجی 230 گرادوس در کدام چورک است؟ باز با همون منطق میرویم. 230 یعنی 90 بسیار است، 180 بسیار است، لیکن 270 مایده است. یعنی در چورکی سیوم میشود. در چورکی سیوم 230 گرادوس.